سلام دوستان، خوش اومدین به پافی استار. خب امروز یه آموزش خیلی 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 قشنگ داریم. آموزش بافت مدل قلب. خب این نقشمونه. از روی نقشه براتون توضیح میدم و رج به رج با هم دیگه میبافیم. برای این مدل قلبمون ما باید برای اینکه طرحمون در بیاد باید 10 تا دونه داشته باشیم. یعنی اگه دونه هامون کمتر از 10 باشه شکلمون در نمیاد. پس دونه هامون باید مضربی از 10 باشه. اینجا وقتی نوشتم N10 توی نقشه N10 نوشتم یعنی باید دونه هامون مضربی از 10 باشه. پس اینو توی نقشه ها دقت داشته باشید که وقتی می نویسه N10 یعنی مضربی از 10. خب ما برای اینکه برای این بافت مدلمون میخوایم 2 ستون قلب داشته باشیم. پس 20 دونه جدا میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب شروع میکنیم بافتمون رو. دونه اول که برای حاشیه کارمون هست ساده بافته میشه. ساده بافته میشه. بعد از اون 3 تا دونه ساده میبافیم. میشماریم که قاطی نکنیم. 1 2 و 3. خب دونه بعدی ضربدری باید بافته بشه. خب من توی توضیح نقشه‌خوانی لوزی بهتون گفته بودم که اگه ضربدری ما قرمز باشه، خطمون قرمز باشه، یعنی دونه سمت راست باید بیاد روی چپ. جهتش هم میتونیم تشخیص بدیم که از سمت راست اومده روی چپ هست، دونه سمت راست میاد روی دونه سمت چپمون ضربدری و بافته میشه. خب دوباره 3 تا ساده بافته میشه. 3 تا ساده میبافیم. خب میرسیم به اینجا. 2 تا خط آبیه، یعنی 2 تا دونه‌مون آبیه. منظور چیه؟ منظور اینه که 2 تا دونه باید از رو بافته بشه. از رو چجوری میبافیم؟ گفتیم نخمون رو میاریم رو به این صورت و دونه رو از جلوی دونه زیری بیرون میاریم. دوباره نخمون رو میبریم به سمت پشت. خب 2 تا دونه از رو بافتیم. حالا دوباره 1 2 3 3 تا دونه از زیر میبافیم. 1 2 و 3. خب رسیدیم به اینجا. ضربدری قرمزه، راست روی چپ میبافیم. و میرسیم به 4 تا دونه آخر که اینجا طبق نقشه باید ساده بافی بشه. این هم از ساده بافیش. خب رج اول تموم شد. حالا میریم سراغ رج دوم. رج دوم ببینید دونه اول دوباره ساده بافته میشه. میرسیم به ضربدریمون. اولین ضربدری آبی هست. یعنی چی؟ یعنی چپ روی راست، بعد راست روی چپ، چپ روی راست، راست روی چپ، همینجوری یکی در میون هست. پس اول چپ رو میاریم رو راست و میبافیمش. بعد راست روی چپ، بعد دوباره چپ روی راست. خب و دوباره راست روی چپ. خب حالا میرسیم به اینجا. دوباره 2 تا دونه باید از رو بافته بشه. نخمون رو میاریم پایین روی کار، 2 تا دونه رو از رو میبافیم. این 2 تا دونه رو که از رو میبافیم به خاطر اینه که 2 تا ستون قلبمون یه مرزی بیفته بینش، خیلی قشنگ بشه. خب دوباره نخو میبریم از پشت و بقیه بافتمون.
خب اینجا دوباره راست، ببخشید چپ اومده روی راست بافته میشه، بعد راست اومده روی چپ، چپ روی راست، راست روی چپ، و دونه آخرم ساده بافته میشه. اینم از رج دوممون به این شکل. خب میریم سراغ رج سوم. رج سوم دونه اول شکافته شد. خب دونه اول ساده بافته میشه، دونه دوم طبق نقشه باید از رو بافته بشه. پس نخو میاریم جلو، از رو میبافیم، نخو برمیگردونیم سر جاش. دونه بعد باید زبدری بافته بشه، زبدری از سمت چپ، چپ روی راست بافته میشه، بعد دو دونه ساده از زیر، بعد دوباره اینجا زبدری داریم، زبدری راست روی چپ، بعد راست روی چپ بافته میشه. خب حالا اینجا ما باید 4 تا دونه از رو ببافیم. نخمون رو میاریم روی کار، 1 2 3 و 4 به این شکل. دوباره نخو میاریم از پشت، میرسیم به زبدریمون. زبدریمون از کدوم سمت؟ از سمت چپ، از دونه چپ میاد روی دونه سمت راستی و بافته میشه. بعد از اون 2 تا ساده میبافیم از زیر، دوباره زبدری داریم، زبدری از راست، یعنی دونه سمت راست روی چپ، یه دونه از رو بافته میشه و دونه بعدی که برای حاشیه کاره از زیر ساده بافته میشه. اینم از رج سوم. خب حالا میریم سراغ رج چهارم. رج چهارممون اینجاست، یه دونه ساده بافته میشه، بعد زبدری هست، زبدری دونه سمت راست میاد رو، بعد 4 تا دونه ساده بافته میشه، رنگش مشکیه، پس از زیر میبافیم. 1 2 3 4 4 تا رو بافتیم. حالا رسیدیم به زبدری. زبدری دونه سمت چپ میاد رو و میبافیم. بعد از اون میرسیم به اینجا، باید 2 دونه از رو بافته بشه. 2 دونمون رو از رو میبافیم، نخ رو برمیگردونیم. خب اینجا گفته باید زبدری دونه راست رو باشه، میبافیم. بعد از اون باید 4 تا دونه ساده از زیر بافته بشه، 1 2 3 و 4. زبدری بعدی دونه سمت چپ هست که میاد رو بافته میشه و دونه آخر که از زیر ساده بافته میشه به این شکل. خب دوستان ببینید پایین قلبمون درست شد، پایین قلب درست شد. این 4 رجی که بهتون آموزش دادم تکرار میشه، یعنی به رج چهارم که بافتیم تموم شد، دوباره میایم از روی نقشه از رج اول شروع میکنیم به بافتن.
یعنی رج اول رو تکرار میکنیم، بعد رج دوم، سوم و چهارم. اگه ببینید اینجا براتون رج پنجم رو کشیدم، دقیقاً و عیناً مثل رج اول هستش. پس 4 رج رو میبافیم، دوباره برمیگردیم از روی نقشه از رج اول به همون ترتیب میبافیم و مدل قلبمون تشکیل میشه. خب اینم از آموزش بافت مدل قلبمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من میبافم، طرح کلیشو بهتون نشون میدم که چقدر زیبا و قشنگ میشه. خب عزیزان من، ببینید من این 4 رجایی تکرار کردم، بافتم. ببینید قلبامون این شکلی شکل گرفت، انگار قلبا زنجیر زنجیر تو همن. خیلی بافت قشنگ و زیبایی هست. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه، استفاده کنید و لذت ببرید. خیلی ممنون از همراهیتون. خداحافظ.